خب دوستان سلام. آیا میتونیم بدون احساسات خوشبخت بشیم؟ This is the first time I've done this. How does it go? این فیلم به موضوعات پیچیده‌ای مثل انسانیت، هویت و ترس‌های درونی ما می‌پردازه. ما انسان‌ها منظورم. بونلو کارگردان فیلم با استفاده از نمادها و استعاره‌ها این مضامین رو به شکل هنرمندانه خیلی خوب نشون میده. در واقع جونور یا هیولا ما رو به فکر کردن و تأمل درباره ماهیت انسان و ترس‌های درونی ما وادار می‌کنه. به نظرتون آیا انسان بدون احساسات همچنان یک انسان باقی میمونه یا نه؟ این سوالیه که فیلم جونور مطرح میکنه و ما رو به چالش میکشه تا به دنبال جوابش توی فیلم و لایه‌های فیلم کنکاش کوچولویی داشته باشیم. اگه میخواین داستان فیلم و طراحی کلی این اثر سینمایی جذاب رو بدونیم، یه سر به کپشن ما بزنیم. خیلی مختصر. Vous ferez doucement gonfler les yeux. 1, 2, 3. Seems like it's really over, right? I almost want it to last.